که زنده بود. شانس آورد معلم اونجا بود. معلم نبود چه برای سرش بیاد. تلس شده این بچه. ببین فقط حتما باید یه دعایی بسیاره سرش. آخه یه تلسمون فقط با یه دعایی میشه از بین برد. میگم کوچکترین صدای بلندی اینطوری میشه. پس دیگه نباید هیچ صدای بلندی بشنوه. خدا به داد بیبی فاطمه برسه. حمله عصبی، تشنج یا به قول خارجی ها اپیلپسی. درست مثل طوفانه. یه طوفان کوچیک توی سیستم الکتریکی مغز. از علائم اون میتونه چند دقیقه مات شدن، افتادن یا از بین رفتن کل هوشیاری فرد بشه. و این میتونه خیلی خطرناک باشه. دکتر من سر در نمیارم اینایی که میگید یعنی چی؟ یعنی برای بچه‌م دعایی، وردی، طلسمی چیزی خوندهش؟ این بیماری سر که میگن همینه؟ طلسم چیه مادر جان؟ من کارم با مریض و دارو اون چیزاه، نه با خرافات که لغلقه دهن همه مردمه. سر و تشنج از یه خانواده است، اما خیلی با هم فرق دارن. فعلا باید آزمایش کنم ببینم کدوم آرزو احتمال بیشتری داره. دکتر آخه ما خانواده کم دستی هستیم. از وقتی شوهرم عمرش رو داد به شما مجبور شدم خودم تو خونه کار کنم خرجمون رو در بیارم. هزینه‌اش چقدر میشه؟ صحبت از پول کرد مادر. گفتم فعلا باید آزمایش کنم، اما شما نگران نباشید، اما هزینه‌اش با خودم. خب دکتر الان برای بچه‌م باید چیکار کنیم؟ از جای شلوغ دورش کنیم. ترکیدن هر چیزی مثل بادکنک، فریاد زدن، غافلگیری برای بچه شما خیلی مضره. خیلی باید مراقب باشید. بیشتر مراقب خودتون. کار من قالی بافیه. از وقتی شوهرم مرد مجبور شدم واسه حرفای صدمن یه غاز مردم تو خونه کار کنم. خب وقتی تو خونه کار کنم صدای دفه و ضربه و اینا رو چیکار کنم؟ چرا اینقدر سر صدا میکنی؟ چرا زیر روی زندگی این اونو بالا پایی میکنی؟ گرد کار بدی یا آخر ما 6 وقته باید تحویل بدم. اگه آماده نشه از پول خبری نیستا. جونم بیبی کارم داشتی؟ اینجا دستم به دامن. دکتر گفته نباید تو خونه کار کنم آخه صدای دفعال بچه‌مو بد میکنه. آره شنیدم بچه‌ت اینجوری شده. کار خدا دیگه ولی شی شکر. میگم چرا نمیبریش پیش دوست محمود؟ یه ورد ایجادی بال مگسی شیر شطوری آلوغ گاوی چیزی برش سرمان. حالا چه کاری از دست من برمیاد؟ گفتم اگه میشه دار قالیمو بیارم تو کارگاه شما تا این فرش رو تموم کنم. وقتیش به ما میرسه؟ این فرشی که نظر امام رضا کردم. اما بعد از اون هرچی گفتم مال شما از هرچی شما بگید. هم خدا که بنهون نیست، از شما چه بنهون. این کارگاه کلا در اختیار شما. هر وقت خواستی باشه بیا اینجا. خدا خیرت بده. خدا عوضت بده. امام رضا حاجتتو بده. پس من برم دار قالیمو بیارم. ولی یه شرط داره. چه شرطی؟ آقا به هندی ماشی با خلق جوان. یعنی چی؟ ببین چجوری بگمه؟ خدا رحمت کنه آقا مصطفی رو. رفیقمون بود، این داداشمون بود. ولی خب خوبیت نداره زن رفیقمون. چی بگم آخه ببین من زنم زن خوبیه، مهربونه، احساسه. ولی خب دست خوش یک چوبیه. من یکی میخوام عین خودم تلافرد باشه. اون وقت دنیامو به پاش میریزم. چی با خودت فکر کردی؟ من از دم تنگم اومدم پیش تو. فکر کردم یه جو مردونه که تو وجودت باشه. کی گفته من تنها؟ نترسیدی حسینم بوم ببره بیاد؟ حسینه چی آخه؟ نمیخواد. میرم یه جای دیگه. بیبی صبر کن بیبی. ای بابا. چیه بره منو نگاه میکنی؟ اینا همش از تنهاییشه. این مرضیه بچه‌ش هم یک بهونه است از کمیته چیزی پولی بگیره. چی بود اسم مرضیه بچه‌ش؟ شما بگین. تشنج. مگه نگفتم حق نداری پاتمون چه بساری؟ چرا میری خودت انگشت همای خلق الله میکنی؟ والله و بالله که این بچه چی؟ میخواد
میخوای بگی هیچیش نیست؟ تشنج میکنه بچم که فهمی؟ دکتر گفته من مراقبت باشم نباید سر صدا بشنم. چه میدونه چه میدرسی که میرزا اینجوری میگه؟ دست از این حرفا بردارم چی؟ تا کی میخواد پیش این اون ترحم بخری؟ یه نگاه بریم مردم بنداز. همشون دارن ما رو با انگشتشون میدن میگن بچه اینا مریضه تشنجیه تش میکنه. شدیم چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نگاه ترحم آمیزتون حالمو بد میکنه. هیچ وقت فکر کردید اگه جامون عوض شه چی میشه؟ اصلا میتونید دووم بیارید؟ برای چی میجنگید؟ برای یه مش خاک؟ ما داریم انجا نگاه میکنیم. یا برای کشتن بچه‌هایی مثل حسین من؟ میدونید تو همون جنگی که شما بهش افتخار میکنید چند تا زندگی نابود شدن؟ چند تا مادر داغ